وزارت تندرستی تاجیکستان شام 5 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور همگی 4 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 5 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 5 فوریه در تاجیکستان به 17344 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17188 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوتیدند. به این ترتیب تا شام 5 فوریه 32 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه یا بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. یک هفته پیش شماره بیماران حدود 80 نفر گفته میشد، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی وزارت تندرستی است. مقامات تاجیکستان واکسن را یکی از راه‌های از همه مؤثر و علما ثابت شده جلوگیری از گسترش بیماری کرونا ویروس می‌شمارند. تاجیکستان تا امروز توسط برنامه کوواکس که تقسیم عادلانه واکسین‌های ضد کرونا ویروس را در بین کشورهای دارای و نادار به هدف دارد، به صورت رایگان بیش از 12 میلیون وایه واکسن به دست آورده است. حالا در تاجیکستان ساکنان را به گرفتن وایه سوم واکسن تشویق کرده ایستادند.